سه 4 5 6 14 15 16 نعیم جون یعقوب عبداللهیف آهنگساز رومیشگر تنظیمگر موسیقی این دختر چپتا دارد؟ مدخولов عبدالرحمن رستم برادر نعیم جان سیدعلی یک قرصک و افتخاری محمد ولی بعضی دخترها مخلصان نعیم جان سیدعلی در پشت پرده میگویند که لاغر شده است خوشرو شده است ما چیکار کنیم مهلت ما تمام شد خیر ما در برنامه شرط کرده بودیم و گفتیم در برنامه نگفته که همراه نعیم جان شو میکنیم اکنون انتظار باشید من گفتم که نعیم جان جسم فشاری کند یعنی به اصطلاح روسی اترمانیه سر میکنیم چند بار جسم فشاری بکند شما بگویید 10 بار کافی است چند دخترها 15 20 30 40 بس است 40 مرتبه میبینیم نه 40 ولی یک چیز دیگر چی میشود که من و نعیم جان هر دوی من مسابقه کنیم نعیم جان یک از درکار است حسابچی کی حسابچی میشود یک نفر بیاد از روی وجدان حساب کند من و نعیم جان جسم تنفشاری میکنیم نعیم جان بیایید با این فرما بله استاد بیایید یک نفر حسابچی در کار است یک دو گفته حساب میکنید حسابچی کی میشود بیایید یک نفر بیایید اینجا میکروفون رو گیرید یک دو گفته حساب میکنید حسابچی در کار است فقط یک دو سبینا جان من بیا فقط حساب میکنید نعیم جان بیایید بله یک 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 اکه ورزو چیل تازه دی بیا نعیم جون این چی کاره بود من کردم پیر شده اید این دختر چپتا دارد؟ نعیم جان سپاس نعیم جان اراده مستحکم دارد جوان مرد است در قول خود استوار می ایستد نه تنها در مسئله لاغرشوی در همه مسئله های زندگی رفاقت دوستی مردانگی همه مسائل زندگی چی مسئله که هست نعیم جان فقط همچون مرد خود رو نشان داده است یک خرسک برایش میزنیم سپاس نعیم جان سیدعلی یک آرزو داشت امسال در سال 2022 نعیم جان سیدعلی به آرزویش رسید نعیم جان سیدعلی میخواست که مطربان نامدارترین کشور را استادان هنر را آنهایی که نامشان همیشه چهرهشان همیشه در پشت پرده است ولی مهنت اساسی مهنت آنهاست به برنامه دعوت بکند یعنی آهنگسازان نوازنده ها مطربان
این نفرانی هستند که برای سراینده خدمت اساسی را آنها میکنند. بار گران هنر بر دوش همین جوان مردان است. نعیم جان بیایید اینجا یک قرصک میزنیم. سلامت باشین رحمت مینتدار. امروز با شرافت نعیم جان سیدعلی در این تالار کنسرتی سرجم آمدند استادان هنر. اکای نورعلی نه نواز یک قرصک با افتخارشان. تبل لایق جان یک بینوازید آخر. آفرین. اکای خوشبخت خوشبخت جان، خوشبخت نوازنده ماهر، نوازنده که فارس زبان ها را تسخیر کرده است. یعقوب عبداللهیف آهنگساز، رامیشگر، تنظیمگر موسیقی یک و یک دانه در تاجیکستان، افغانستان و ایران. اکنون چی بگویم؟ نبیره شیرین خودم. مرا بابا میگویند. بابا میگن زیرا من نامی بابایشان را دارم. بابای آرزو یک مردی بود با برکت، نبیره های زیاد دارد. یک نبیره بابای آرزو همین محمد ولی. یک قرصک با افتخار محمد ولی، فرزند هنرمند مردمی تاجیکستان، گلچهره صادقова، نبیره بابای آرزو. خوب یک بینوازید چی؟ امام جان خیر، اکنون چی بگویم؟ سلاله اولادی و اجدادی هنرمندان. در خونشان هنر است، زیر پوستشان هنر است، در باطینشان هنر است، در دلشان هنر است. دریای هنرند. اولاد و اجداد بهرام. یک کف کوبی بهرام جان، فرزند استاد زبردست، استا غلام جهان گشته، استا غلامی که صنعت تاجیک را به فرانسه و آلمان و گرداگرد دنیا برد. نبیره استا غلام بهرام. یک قرصک برای بهرام جان، هنرمند خدمت نشان داده تاجیکستان. معلم حیات خود را، زندگی خود را، جوانی خود را، همه مهارت هنری خود را در راه رشد صنعت صرف کردند. عبدالرحمن گرامی قدر و عزیز، مدخالف عبدالرحمن. و یک چیز را باید بگویم که هر یک همین طور سفید موی استاد عبدالرحمن مدخالف این مشقت بسیار زیادی است که سببگار موی های سفید انا این جوان های هستند که استاد را کم کم خم میدهند. سپاس. رستم برادر نعیم جان سیدعلی. رستم بسیار بچه خوب است. وقتی که از توی و مرکه و خورسندی ها مبلغ را آورده به من میده. خیر، همچون برنده اگر خدمت کنم. یک چیز دیگر، در تاجیکستان یک جوانی است که نی می نوازد. با نوازش نیش فکر میکنه که چشمه های کوهسار جاری می شود و بهار فرا می رسد. اگر بهار فرا برسد و شما صدای نی دنیا را نشنوید، این بهار نیست. یک قرصک برای دنیار جان. این بختیار برای من مثل فرزند خودم عزیز است. از عائله نامدار اکساکالف ها در شهر باختر، بختیار. بینوازید. فرهاد. یک قرصک برای فرهاد جان میزنیم. خیر، کنسرت ما تمام نشده است، ادامه دارد. من صحنه را در اختیار نعیم جان می سپارم. مخلصان خیلی زیادن. نعیم جان ببینید، تالار پر، راهروها پر، همه جا، همه تالار. از این دیده دیگر خوشبختی من فکر میکنم که برای سراینده نیست.